در ولسوالی قلعه‌زال کندز 34 قریه از وجود طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی شده است. مسئولان محلی ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز میگویند که نیروهای مشترک افغان طی عملیات تصفیه توانستند 34 قریه این ولسوالی را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمایند و هنوز هم عملیات تصفیه در این ولسوالی جریان دارد. محبوب الله سعیدی ولسوالی قلعه‌زال در بازار آقتپه این ولسوالی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح تمام تاسیسات عام المنفعه و دولتی را حریق و تخریب نموده اند. اسمی که شما عملا میبینین ولسوالی که در ساحه آقتپه است کلا تحت تصرف ماست، یعنی ساحه آقتپه ولسوالی قلعه‌زال و طور کامل الا بازار جنگ‌قارق تصفیه شده که در حدود 34 قریه میشه جمعاً از سرحد شروع الی بازار جنگ‌قارق. بر اساس گفته های ولسوال که همکنون وضعیت در این ولسوالی کاملا نرمال است و به زودی تمام ساحات این ولسوالی از وجود طالبان مسلح تصفیه خواهد شد. با این همه جنرال آدم خان متین قماندان لیوای اول فرقه 20 پامیر میگوید که همکنون در ساحات تصفیه شده این ولسوالی به خاطر تامین امنیت بهتر و ساحات جدید نیز افراز گردیده است. په مجموع کې د افغانستان مسلح قوتونه دلته په دې عملیاتو کې اشتراک درلوده. د 2 ورځو عملیات په نتیجه کې موږ وکولای شو چې د قلعه‌زال ولسوالۍ چې مخکې دلته دشمن ضرب مکمل تصفیه کو. از سوی هم جنرال جلال افتلی قماندان نیروهای خاص قوای مسلح افغانستان میگوید که نیروهای مشترک دولتی در این ولسوالی به طالبان مسلح ضربات محکم وارد کرده اند. آقای افتلی افزود که هنوز هم عملیات نیروهای دولتی در این ولسوالی ادامه دارد. از سوی دیگر باشندگان آقتپه مرکز ولسوالی قلعه‌زال خیلی خرسند هستند که نیروهای دولتی مرکز این ولسوالی را از وجود طالبان مسلح تصفیه کردند. چند تنی از باشندگان این ولسوالی در خصوص وضعیت کنونی این ولسوالی به رادیو آزادی چنین گفتند: اردوی ملی آمد بسیار کوشش کردن، کمک کردن به همراه ما مردم. بلغای منطقه خالی خود ما آمدیم، حاله 2 ماه بودیم آوارا بودیم، نان خورده نداشتیم، آب نداشتیم، خیلی در بده بود. باید یادآور شد که ولسوالی قلعه‌زال به طرف شمال غربی مرکز کندز موقعیت داشته و این ولسوالی با ولایت بلخ و ولسوالی های چهاردره و امام صاحب کندز سرحد دارد و همچنان به طول 160 کیلومتر با کشور تاجیکستان نیز سرحد مشترک دارد. از جانب دیگر ذبیح مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند این ادعای مسئولان محلی کندز را رد میکند که گویا تاسیسات دولتی و ملکی را در این ولسوالی طالبان مسلح تخریب نموده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.